آگاه باشد که این مردم روحانیت متحد و مبارز خود را شناختند. این مردم خوب می‌دانند در طول تاریخ هرگز نشده است که فکر روحانی متحد ما جزء مستکبرین، جزء متمولین، جزء سرمایه‌داران باشند. همیشه از قشر متوسط و پایین‌تر از متوسط بودند. همیشه با کمترین مقدار دنیا قناعت کردند. همیشه دعوای بین ما را صلح دادند. همیشه غصه ما را خوردند. همیشه از انحراف ما رنج بردند. همیشه التماس ما کردند و به ما تعلیمات مذهبی دادند. ما چون نجات را در مذهب می‌بینیم و چون اینان را معلمین این مذهب می‌دانیم، بدانید که دست از اینها بر نخواهیم داشت، که دست از اسلام بر نخواهیم داشت.